میشه هر چقدر هم کیفیت داشته باشه، هر چی هم باشه، آشپزش هم خوب باشه، توسط کی میخواد سرو بشه؟ مهماندار. اگر یه موقعی نقصی باشه توی غذا و بقیه مسائل، کی کاور میکنه؟ مهماندار. خب پس شد ظریف‌ترین، حساس‌ترین بخش صنعت هتلداری مهمانداری. درسته؟ شد مهمانداری. و اسم شما گذاشتیم چی؟ هنر یا هنرنمایی. پس میهماندار میخواد هنرنمایی کنه چون داره هنری رو ارائه میده. حالا اینو میخواد به چه صورت ارائه بده؟ شخص میهماندار ویژگی‌هایی که باید داشته باشه که اینا رو ارائه بده، ویژگی‌های شخصیش میشه چه مواردی؟ آراستگی، وضعیت ظاهری، شخصیت، بیان، ادبیات، روابط عمومی، آرامش، پرستیژ. همه اینا میشه خصوصیات یک میهماندار که باید داشته باشه و رعایت کنه. اومدیم اینجا هم تعریف کردیم، صحبت کردن، ایستادن، اینا رو توی بخش دیگه. از خوردن چای، اینو خانم نوشته برای چیز. خب این اومدیم تو بخش مدیریتی گفتیم که باید این ویژگی‌ها رو، این فاکتورها رو باید داشته باشه. بخونین لطفاً. 1. اعتماد به نفس. پس خیلی کار سخت شد. چرا؟ به دلیل اینکه اگر حتی باز کوچکترین نقصی تو همه موارد باشه شما باید کاور کنید. و چیزایی هم که برامون خیلی مهم بود این مواردی بود که اینجا قید شد. آقای فشی استوب.